رسیدیم به رج 9. رنگ نخمون رو عوض میکنیم. تو این قسمت پشت گلبرگ ها که 3 تا زنجیره داشتیم، اینجا ببینید ما 3 تا زنجیره داشتیم ما بین 2 تا پای بلند. اینجا نخمون رو وصل میکنیم و میخوایم 6 تا پای بلند ببافیم. ببینید من نخمو برای پای بلند آماده میکنم. توی یکی از این فاصله های 3 زنجیره‌ای میرم و یک پای بلند میبافم به این شکل. اگر شما برای این مدل اینجوری راحت نبودید، میتونید نختون رو وصل کنید، 3 تا زنجیره بزنید به ازای یک پای بلند و کنارش 5 تا پایه میبافم که بشه 6 تا. 2 3 4. ببینید نخم رو آوردم توی کار. ببینید اینجوری دارم روش پایه میبافم. 1 2 3 4 5 و 6 تا پای بلند میبافم. بعد میام میزنم 1 2 3 زنجیره پشت کار. ببینید اینجا ما یه 3 زنجیره داشتیم اینجا که برای این گلبرگا رو بافتیم، تو فاصله زدیم. اونجا من یک پای کوتاه میزنم، 3 زنجیره میام بالا، دوباره پشت گلبرگ بعدی تو فاصله 3 زنجیره 6 تا پای بلند میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. 3 زنجیره 1 2 3 پشت کار میرم. اینجا 3 زنجیره‌ای که با نخ سبز پررنگ داشتم پیدا میکنم، یک پای کوتاه میزنم. به همین ترتیب تکرار میکنیم. 1 2 3 زنجیره میام بالا، دوباره اینجا شروع میکنم. ببینید هر جا نخ دیدید پشت کارتون به این شکل مثل من، ببینید نخ آوردم میخوام پای بلند ببافم، میگیرم از روش میبافم که اضافهش رو قیچی کنم، پشت کار تمیز میشه. 1 2 3 4 5 و 6. 1 2 3 زنجیره میرم پشت کار، تو این فاصله یک پای کوتاه میزنم و ادامه میدم تا آخر رج. ببینید یه توضیح میدم اینجا. آخر رج که رسیدید تو این خونه آخری، تو این 3 تا زنجیره که 6 تا پایتون رو زدید، 3 زنجیره میزنید، میایید این پشت اینجا یک پای کوتاه میزنید، بعد 3 تا زنجیره میزنید، میایید به اولین گلبرگی که بافتید این بالاش یک بست میزنید و نختون رو قطع میکنید.